داستان این ویدیو چیه؟ امروز اومدم براتون تست کنم و بخورم. چی شده؟ چیو؟ میگن اسنپ فود وقتی فود پارتی میذاره کیفیت میاره پایین. یه سریا من خودم تست کردم، خداییش راضی بودم ازش. ولی حالا میخوایم با هم دیگه اینو تست کنیم. 2 تا غذا سفارش بدیم از فود پارتی اسنپ فود، ببینیم قیمت که نصف میشه کیفیت هم نصف میشه یا نه. کیفیت همونجوری درجه 1 از رستوران میاد، همون چیزی که هست. یه چیزای درجه 1 سفارش میدیم ما. رستورانایی که حالا بالاخره من میشناسم مال ماست. حالا نمیدونم شما اون شهری که هستین این رستورانا مشهور باشه یا نه، ولی خب اینجا تو اصفهان واقعا مشهوره. میخوایم تستش کنیم ببینیم چی توش میاد. خیلی ویدیو طولانی شد، قبلیاره اعتراض کردن، زود بریم سر اصلا خداحافظ. خب بچه امروز با یه پوزیشن جدید اومدم، براتون کولر رو خاموش کردم. فقط به عشق خودتون پر لایک کن، اذیتم نکن. 26 تا محصول بیشتر ارسال نمیشه. توی دروازه تهران اصفهان که بزنیم تقریبا میشه گفت متوسط وسط شهر، تقریبا یه مرکز شهر میشه گفت، وسط شهر نه مرکز شهر، به این شکله. 102 تا محصول داره. اینو دیده بودم، خیلی دوست داشتم سفارش بدم. یه دونه پیتزا تانک مخصوص آمریکایی، نمیدونم اونجا بمب سینا دارین یا نه، ولی تو اصفهان بمب سینا چند تا شعبه داره و خیلی هم کارش درسته. پیتزا تانک مخصوص آمریکایی، یک نفر 24 سانتی، یعنی یه سایز درست حسابی و خوب، 238,000 تومان بوده که واقعا قیمتش معقوله و شده 120,000 تومان. مرسی لنز عزیز. فوتبال چیه؟ امروز فوتبال چیه؟ و مثل همیشه با کیفیت، محمد از اصفهان، ارشیا از مشهد مثلا. همه اصفهانی هم دیگه چیه رو واجه کردی؟ با اختلاف با کیفیت ترین منطقه هستید. با کیفیت ترین در منطقه هستید. ممنون از مجموعه بمب سینا. واقعا بمب سینا کارش با این یک داده، این هم یک داده. این بده، اینه که بده. داشتم میگفتم کیفیت غذا افتضاح بود. درباره ارسال مشکل من با پیک نبود، با کیفیت غذا بود که خیلی خیلی بد بود. مزه خیلی بد و موندگی میداد و معلوم بود از متریال بی کیفیتی درست شده. من قبلا سفارشم کارش خیلی خوب بوده، کیفیتش کرده باشه 100 تومن. من یه دونه ماهی دیدم. بچه اینم میخوام سفارش بدم ببینم چی میارن برام. انگشتم اینجا چقدر دارک شده. انگشتم واقعا سیاه نیست، اینجا تاریک نیست. خوراک ماهی سالمون کبابی، اگه درست بگم، من ماهی خور نیستم. نصف ماهی سالمون گریل 200 گرمی و این داستانایی که اینجا نوشته 260,000 تومان بوده که شده 130,000 تومان. میخوام ببینم این چطوره. اینو هیچ تجربه‌ای ازش ندارم. خب ببینیم توضیحاتش چیه، چند تا کامنتاشو بخونیم. به شدت افتضاح بود، ماهی نپخته و بوی زخم ماهی میداد. خب میخواد بوی زخم چی بده؟ زخم چیه؟ زخم. درست طعم دهی نشده بود و واقعا بد بود. حدود 2 ساعت طول کشید آماده کنن. پیک بنده خدا بیشتر از نیم ساعت تو رستوران نشسته بود. این شانس این بوده دیگه. حتما کیفیت خوب بود با بسته‌بندی مناسب، ارسال به موقع. با تشکر. اینم ماهی سفارش داده. اصلا خوب نبود. یه تکه نازک ماهی سوخته و بسیار تند. اصلا خوب نبود. یک تکه نازک ماهی سوخته و بسیار تند، جوری که قابل خوردن نبود. سری قبل غذاشون خوب بود، این بار افتضاح بود. پس ریکس آقا خیلی داره ناجور میشه. یه دونه خوراک ماهی سالمون کبابی که میشه 131,000 تومان با ارسال اینا 165,000 تومان تقریبا. و یه دونه هم پیتزا تانک فست فود بمب سینا که یکی از مشهورترین فست فودی هاست که حالا ارسالش فرق داره برای بعضیا. 3 hours later. یکیشو با سمنده بردن، یکیشو با موتینا. این A few moments later. این پیتزایی که حقه بچه. خب چطوره؟ خودم میگیرم. عالی؟ خب بیا این تایید شد. میارزه این؟ عالیه؟ خب خوبه بچه. ببین یه آپشن داشتی، یه اینم داده، این نمیدونم چیه. جاده را بند آوردین، این چی بود آوردی؟ ای چیه این؟ دوغه آبکیه. دوغه؟ نمیدونم. خب ما نفهمیدیم این چیه. نفهمیدم چیه. ولی خب این ماهی تست شد مورد تایید. بچه تغییر مکان دادم، اومدم پایین. بذاریم ماهیه رو خودم یه تستی بزنم.
حجم عالی، کیفیت به نظر درجه یک. سیب زمینیاش یه دونه‌شو بخورم. سیب زمینیش گوگولی بود. چه سیب زمینی رو با پوست میزنید؟ خوب بود خودش، مزه ماهی گرفته بود به خودش، ولی ماهی خیلی گوگولی و کوچولوه، ولی واقعا همون چیزیه که نوشته بود. خدایش همون بود. یه ذره فرق کوچولوه. منم یه تیکش رو تست کنم. مامانم خود تایید کرد. منم یه تیکش رو با دست تست کنم. تیغ داشت. آب لیمو هم ریختن روش. لیمو طبیعی لیمو داره و مخلفات و یه دونه سس نمیدونم چی، ولی ماهی درجه یک از نظر محتوایی که داره ماهی درجه یک بود. سریع رسوندم. ببین زدم ساعت 8:45 تا 9:15 برام بیارید. سر ساعت 9 اینجا بودن با هم دیگه، دوتاشون با هم، یه سمندی و یه موتوری و برخورد درجه یک، همه چی آن تایم، خیلی آن تایم. پیتزا بفهمید بریم تستش کنم براتون بگم امتیاز. ماهیه 9 از 10. یه ذره حجمش کم، ولی خب اونو تو توضیحاتش هم نوشته بود که حجمش کمه، ولی خب درجه یک با اون مخلفاتی که گذاشته بود دیزاینش کرده بود عالی. داغ، تازه و عالی. کولرم روشنه. اینم میتونم بگم دیگه یوهویی شد. یوهو با هم اومدن دم در. خود فست فود بمب سینا که تو اصفهان هر کی اصفهانیه میشناسدش، کارشون فوق العاده است. این سفارشی هم که داشتم هم سر تایم رسید. تو اونجا زده بود 9:20 میرسه، ولی 9 رسید، زودتر از تایم و فوق العاده با کیفیت. درجه یک. یعنی ببین یه چیزیه که واقعا اگر 260 تومن به نظر من 250-260 تومن میدادی برای 230 تومن میدادی برای این پیتزا، میرفتی میگرفتی، شاید سرد میرسید و کیفیتش حتی از این پایین تر هم بود، ولی برامون آوردن درجه یک بود. من ویدیو طولانی تر نشه همینجا تمامش کنم. بمب سیناه 10 از 10. اون ماهی سالیمونه هم 10 از 10. خود پروتئین چی بود اسمش؟ سلامت پروتئین اصفهان، هر دوتاشون کارشون درجه یک. اسنپ هم که 10 از 10 100%. هم سرعت عمل بالا داشتن، هم واقعا تخفیفاشون خیلی خوب بود. من اگه اینو سفارش میدادم قطعا گرونتر از این پام در میاد، تا اینکه اسنپ برام آورد. خیلی هم راحت آورد و سریع آورد. توی شهر بخوام برم توی این ترافیک و اینا، اونم پنجشنبه شب، واقعا عالی بود. مرسی از اسنپ برای اولین بار دارم من یکی تشکر میکنم. امیدوارم شما هم لذت برده باشین، سفارش بدین، لذت ببرین ازش و همین دیگه. دمتون هم گرم که در اینجا همراهمون بودیم. فعلا